جمعیت سهامی پوشیده بانک اروند 18 سال می شود که در جمهوری تاجیکستان فعالیت پیش برده با شکل‌های گوناگون خدمترسانی مالیوی خود را منظور مشتریان نموده ایستاده است. تا امروز 8 فیلیال و 62 مرکز خدمترسانی بانک در حدود مملکت فعالیت نموده. مرکز خدمترسانی نوبتی در مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خاروغ گشوده شد. اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خاروغ میرزا نبات علیشیر خدابرده ضمن افتتاح مرکز تاکید نمود که مورد استفاده قرار گرفتن این نقطه قرضدهی پیش از همه با جای کار دائمی تامین گردیدن ساکنان شهر خاروغ دسترسی بیشتر اهالی به خدمترسانی‌های مالیوی مساعدت نموده. امید است که مرکز خدمترسانی اروند با منفعت خلق فعالیت نموده به پیشرفت ساحه اقتصادیات ولایت تکانی خوب خواهد بخشید. در مرکز خدمترسانی جمعیت سهامی پوشیده بانک اروند در شهر خاروغ 5 نفر کارمند صاحب اختصاص از حساب ساکنان شهر خاروغ به کار جلب گردیده خدمترسانی مالیوی را برای اهالی ولایت منظور می‌نمایند. این اقدام نیک برای دستگیری صاحبکاران، برای رشد صاحبکاری، برای جلب نمودن دپازیت از میزوجان و اینچنین برای سر وقت دسترس نمودن مبلغ‌هایی که از طرف مهاجران پیشکش کرده میشد میباشد. اطمینان کامل دارم که این مرکز خدمترسانی نه فقط در شهر خاروغ بلکه در دیگر ناحیه‌های دوردست کوهستانمان نیز افتتاح خواهد شد. فعالیت بانک از دستگیری نمودن صاحبکاران تاجیکستان با خدمترسانی‌های مالیوی از قبیل قرض، امانت، حساب برابرکنی خزینوی، انتقال مبلغ، عوض اسعار عبارت بوده. اینچنین خدمترسانی را به طرز فاصلوی طریق اینترنت بانکینگ، بانکینگ موبیلی و همیان الکترونیکی برای مزاجان برای ثمرناک استفاده بری وقت و بلند برداشتن صفت همکاری کمک می‌رساند پیشنهاد می‌نماید. با سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امالی رحمان و دستگیری رهبریت ولایت بدخشان و شهر خاروغ و رهبریت بانک ملی تاجیکستان با ما امروز میسر گردید که برای اجرا نمودن هدف استراتژی سوم دولتی با صنعت‌کنانی با صورت کشور سهم خود را گذاریم. باوری کامل داریم که در مرکز خدمترسانی بانکی در شهر خاروغ افتتاح یافته مردم شهر خاروغ از خدمترسانی‌های با صفت مالیوی ما استفاده برند. زیرا هدف اساسی بانک اروند و کارمندان آن این پیشکش خدمترسانی بانکی با صفت به اهالی جمهوری تاجیکستان می باشد. قابل قید است که اروند اینچنین پیشکش خدمترسانی خود با طرز فاصلوی طریق اینترنت بانکینگ موبیلی و همیان الکترونیکی برای مزاجان به ثمرناک اداره کنی وقت و بلند برداشتن صفت همکاری کمک می‌رساند پیشنهاد می‌نماید. در عین زمان بیش از 900 کارمندان بانک در خدمت مردم مملکت میباشند. پس از مراسم افتتاح کارمندان به قبول نخستین مزاجان پرداخته برای همکاری به نخست مزاجان تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شدند. مسئولین جمعیت سهامی پوشیده بانک اروند نیت دارند که با فعالیت باثمر و به دست آوردن نتیجه‌های مثبت در دیگر ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز نقطه‌های مرکز خدمترسانی را افتتاح نمایند.